اختلافات درونی میان طالبان، مدیر استخبارات و قماندانی امنیه پنجشیر به جبهه مقاومت پیوست و چند نوشته‌های تازه نجیب باور در مورد پوست زینب مزاری دختر عبدالعلی مزاری و چند نکات مهم دیگر. جنگ میان روسیه و ناتو وارد فاز خطرناک شد. داعش مسئولیت راکتی بر تاجیکستان را که دیروز پرتاب شد بر عهده گرفت. روسیه، ناتو تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. دمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو درباره اوکراین مرتکب یک اشتباه استراتژیک مرگبار شده است. او افزوده است که ناتو تهدید اصلی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. این دیپلمات روس این موضوع را امروز در تبیین سخنان هوا جونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین که بمباران یوگسلاوی توسط ناتو در سال 1999 را به یاد آورده و گفت که سفارت چین در این کشور را تحت تاثیر این حادثه قرار گرفته، بیان کرد و گفت که بیایید هیچ توهمی نداشته باشیم. 33 سال از آن ماجرا گذشته است ولی ناتو همچنان تهدید اصلی برای صلح و ثبات بین‌المللی به شمار می‌رود. اکنون نیز این ائتلاف غربی جنگ نیابتی علیه روسیه در اوکراین را بر راه انداخته است و از این واهمه ندارد که مردم اوکراین تا آخرین نفر قربانی شوند. ناتو از سال 2014 فعالانه زمینه را برای چنین بحران آماده کرد و این یک اشتباه استراتژیک مرگبار برای ناتو است. پنجشنبه گذشته وایسلی نبیزنا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد نیز بر نشست شورای امنیت این سازمان درباره اوکراین گفت که غرب در حال حاضر با پمپاژ سلاح و این کشور و استفاده از یک جنگ نیابتی در واقع با روسیه در حال جنگ است، در حالی که به عقیده مقامات مسکو، آمریکا و دیگر متحدانش در ناتو با ادامه ارسال تسلیحات نظامی اوکراین در حال اجرای یک جنگ نیابتی با روسیه هستند. ویلیام برنز، مدیر آژانس اطلاعاتی مرکزی ایالات متحده یعنی سیا، شب گذشته در کنفرانس در فاینانشال تایمز گفت که سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید جدی گرفته شود، ولی مواضع او در خصوص ناتو نباید عامل بازدارنده برای گسترش پیمان اتلانتیک شمالی یعنی ناتو باشد. این مقام آمریکایی اذعان کرد که اظهارات پوتین مبنی بر اینکه پیوستن سوئیدن و فنلاند با ناتو یک خط سرخ است جای نگرانی جدی دارد، ولی لفظهای رئیس جمهور روسیه نباید مانع از گسترش این ائتلاف شود. وی گفت که اگر فنلاند و سوئیدن تصمیم بگیرند در این مسیر حرکت کنند و ناتو تصمیم بگیرد تعداد اعضای خودش را افزایش داده و این دو کشور را نیز شامل شود، هیچ چیز مانع از این اقدام نخواهد شد. خبر بعدی، داعش مسئولیت حمله موشکی از افغانستان و تاجیکستان را پذیرفت. شاخه خراسان داعش مدعی شده است که روز گذشته به خاک تاجیکستان حمله موشکی انجام داده. بر بنیاد گزارش‌های این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته است. پیش از این ادعاهای مشابه نیز در مورد حمله به خاک ازبکستان منتشر شده بود. رسانه‌های تاجیکستان امروز به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور گزارش دادند که 4 موشک 10 ساز و از نوع BM1 از ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار به سمت تاجیکستان شلیک شده است. این رسانه‌ها به نقل از طالبان نوشته‌اند که این حمله کار داعش بوده، اما مقام‌های محلی تاجیکستان در مرز افغانستان ادعا کردند که کار جماعت انصارالله شبه نظامیان مخالف دولت این کشور است. بر اساس این گزارش مرزبانان تاجیکستان پس از شلیک موشک به سوی مبدا پرتاب آن آتش گشودند که موتر حامل مهاجمان آتش گرفت، اما به خودشان آسیبی نرسیده است. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، بارها درباره فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. تاجیکستان همچنین تنها کشور در آسیای مرکزی است که تا اکنون هیچ نوع تماس و رابطه با طالبان برقرار نکرده و از نیروهای ضد طالبان حمایت می‌کند. گفته می‌شود که این دومین حمله موشکی از خاک افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان و تاجیکستان است. مسئولیت حمله موشکی بر ازبکستان را نیز داعش بر عهده گرفته است. اگرچه ازبکستان انجام هر گونه حملات موشکی از خاک افغانستان بر شهر مرزی ترمز آن کشور را رد کرد، اما پس از طرح این ادعاها جنگنده‌های نیروهای هوایی ازبکستان در امتداد مرز مشترک مانور نظامی برگزار کرد.
گفتنی است که جماعت انصارالله تاجیکستان از سوی سازمان ملل متحد به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود. خبر بعدی: اختلافات درونی طالبان، مدیر استخبارات قماندانی امنیه پنجشیر و جبهه مقاومت ملی پیوست. منابع محلی میگویند که فرمانده ملک، مدیر استخبارات قماندانی امنیه طالبان برای ولایت پنجشیر و جبهه مقاومت ملی در این ولایت پیوسته است. و گفته منابع، فرمانده ملک با تجهیزات نظامی طالبان و افراد تحت امرش به دلیل اختلافات درونی میان مقام‌های محلی و تازگی با جبهه مقاومت ملی پیوسته است. منابع می‌افزاید که او در 3 روز گذشته رهبری بخشی از جنگ علیه طالبان را در دره عبدالله ولسوالی دره بر عهده داشته است. منابع در میان طالبان نیز تایید می‌کنند که مدیر استخبارات قماندانی امنیه پنجشیر با جمع نیروهای جبهه مقاومت ملی پیوسته است. یک منبع معتبر طالبان که از ذکر نامش در خبر خودداری می‌کند، در صحبت با روزنامه 8 صبح دلیل پیوستن فرمانده ملک و جبهه مقاومت را اختلافات درونی میان او و والی پنجشیر عنوان کرده است. اما این می‌تواند یک چال باشد برای دستگیری حزب قوای مرکز و دیگر مقاومتگرانی که در کوه‌ها به سر می‌برند. گفتنی است که فرمانده ملک از افراد نزدیک به احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بود، اما با حاکمیت مجدد طالبان او نخستین فردی بود که پرچم حکومت طالبان را در ولسوالی دره پنجشیر بلند کرد. او چند بعد از سوی طالبان به دلیل نامعلوم برای مدت زندانی شد. فرمانده ملک پس از بیرون شدن از زندان به حیث مدیر استخبارات قماندانی امنیه طالبان برای ولایت پنجشیر گماشته شده بود. اکنون می‌پردازیم به پست تازه‌ای که توسط زینب مزاری و نوشته محمد اکبر صدید که در مورد هزاره‌های دره و آبشار نوشته شده است برایتان به خوانش می‌گیریم. هزاره‌ستیزی و انکار هویت هزاره‌های اهل سنت دره هزاره پنجشیر و مهمتر تغییر نام دره هزاره و دره آبشار همانقدر مذموم و ناپسند است که اعمال و کردارهای طالبان است. برتری طلبی، نفی هویت و سیاست حذف محکوم است و هیچ فرقی ندارد که در تن انسان هزاره باشد، تاجیک باشد و یا هم پشتون. واقعیت مسلم این است که هزاره‌های اهل سنت در ولایت‌های مختلف و به خصوص تخار، بدخشان، اندراب، بغلان و دره هزاره پنجشیر در خط مقدم مبارزه با طالب حضور پررنگ و تعیین کننده دارند. خب حالا می‌پردازیم به جواب نجیب بارور که واقعاً این نوشته ها را محکوم کرده است. دره هزاره هویت انکار ناپذیر بخشی از پنجشیر است. هیچ کس دید تبعیض نسبت به این مردم شجاع ندارند. دایه های شیرین تر از مادر نشوید. ما هیچ دید جز پنجشیری به اهالی دره با شهامت هزاره نداریم. وقتی ولسوالی تازه به این منطقه سهیمه داده شد، مردم هزاره اسم یکی از مناطق خود دره هزاره را روی آن گذاشتند. آبشار هم یکی از مناطق دره هزاره است. این ولسوالی در این اواخر افزوده شد. قبلا دره عبدالله زادگاه من، دره هزاره و دره کرامان شامل ولسوالی حصه دوم بودند. چرت ننویسید، سوء تفاهم خلق نکنید. VIP Plus